برادران مهاجران در آسیا بودگی بچه‌ها کاتونه که سفر حج دارد با می شرکت بولگارپور سانتیتی هست در دستگیری تو میکنن بهترین شرکت است و بهترین ملاک اگر توجدین همش میفهمونند در گروپ همه چی واتساپ همش میفهمند بهترین سفر است آن همه مورا حج ما مقبول بگردونم آمین. همین خونه خدا را نصیب بگردونم نیکی همین خیمه برای همین خودت برای چی تا خوب بوده خونه شاه عروس کنه به هر خیمه عربی خیمه خوب بوده من دوری ها بار دیگه برای همه کسا بقیه انشاءالله بعد یک چند دقیقه حرکت میکنیم الحمدلله خداوند حجتان قبول کنه خداوند گناهاتان مغفور کنه بهترین منبری که همه را خوب بفهمونه ایشون میتونید نه برادر با حکیم شما برای مجموعه حجاج برای جمعیت حجی برای همش چی گفتنیه برای کسانی که نه اومدنی ان چونی توصیه می‌کنیم که با راهبری راهبالات توجدی همون مردم که چون یکی از بهترین شرکت‌های سوریه است که حج عمره حج فرضی ما را توصیه می‌کنیم که با چنین شرکت علاقه کرده جای مقدس را زیارت نمایید ان شاء الله چون حج شما قبول دارد برادر توجیکستان اینا خیلی خوب فقط با عربا مونندی کرده در سرش پکروشکا موندگی اینا مرحمت اچکی دیگه موندی اگونش گفتنی باشه مرحمت عربی گم نزنی برادر فقط توجیکی همه برادران تاجیک مهاجران که در شهر راستی هستند بهترین فیرما بولگارتور کمانده اینترنشنالیسی حجاج بیت الله الحرام زیارت کنندگان و عمره کنندگانی که در تاریخ 16/02/2020 ماه فوریه به زیارت بیت الله الحرام اومدگان در شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره در قبولگاهی گستینی که در 20 متری مسجد نبوی با نام منازل مدینه قرار گرفته است در قبولگاه انتظاری یک سفر زیارتی به نزدیکترین اماکن مقدسه مسجد نبوی نه در خیمه عربی بگیم نه همراهمون در قبولگاه یعنی که برادرمون یکی از شخصیتان بزرگ یکی از روشنفکران برادرمون بابا حکیم جورقلوف همراه ما هستند خوب این حجیان دیگر خوب رفیق حلیموف برادرمون که به نزدیکی توسط دیگه شرکت به اینجا به حج آمدگان این مرحمت یگان چه گفتنی باشی ما مای دکمبر 2019 آمدگی بودم و شرکت دیگر شرکت آمدگی بودم راستیگه راهبری خوب نبود همش خوب فهمانده نتونستم اونا ما خواستم دیمورا با همراه برادرمون حقای توجدی گستین سی منازل المدینه در مدینه منوره بولگارتور اینا برادرمون با حکیم احرام را تقسیم کردیم برای حجان در قبولگاه گستین سی اینا حجیاری بیگ میگن برادر در قبولگاه تقسیم کردیم انشاءالله باقی با سفر میکنیم به سوی زیارت های دیگر جا انشاءالله سینوسیامون در مدینه منوره یک بورا نوانش هم نشان میتیم خب گستین سی منازل المدینه در مدینه منوره بولگارتور اینا برادرمون با حکیم
احرام‌ها تقسیم کردیم برای حجان در قبولگاه گاستینیسا. اینا حجیاری بیگ میگن برادر در قبولگاه تقسیم کردیم. انشاءالله باقی با سفر میکنیم با سوی زیارت های دیگر جا انشاءالله. سینوسیامون در مدینه منوره یکی یک برا نوانش هم نشان میتیم. خب برادران مدینه گلدن هتل المدینه گلدن هتل خب نام گاستینیتسا در 50 متر نه در 25 متری بوبی دویم در دویم و سیمی مسجد نبوی ای در دو سه میبروی یکم لینیا گاستینیتسا یعنی المدینه گلدن هتل یکی چی فندق المدینه ذهبی نوشتگیش. خب وقتی که گاستینیسا که برو آمدیم راست به در دو و سه خطی میبریم بر بابی سلام یکی بابی رحمت و بابی هجرت. بابی سلامش بابی مشهوره راست یک 50 متر دیگه بگیم از داخل شدن از صحن مسجد 40 قدم دیگه میمونی در بابی سلام به زیارت پیامبر صلی الله علیه و سلم میبرویم.